گرامی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. اومدیم با یه بشقاب خیلی خفن با این ترکیب 3 و 5 هستش. امیدوارم که ترکیب جوابی باشه که شما هم بتونید ازش استفاده کنید. بزن بریم. فقط از که من مچ رو استارت کنم شما سابسکرایب بکنید لطفاً و اون زنگوله بالا هم بزنید. بزن بریم. خیلی خوب، عالی بچه‌ها. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، اینجا اینو گذاشتیم که مگانایت بزنیم و دفاع خیلی خوب بشه. شد. خیلی خوب، فوق عالی گرفت. اینجا 3 حالت داره. اینجا ما اینطوری دفاع کنیم و شد. خیلی خفن. یا اینکه اونجا باید که اون مال اسکلتا رو در واقع انداخت می‌دونستم با این والکری اینجا بندازم و دفاعش بکنم، ولی نه، چون که مگا نایت داره، مگا شوالیه داره، اینو اینجوری دفاع میکنیم. مگا شوالیهش رو یکم بندازه، من کاری باش نداره. بریم خوب بیاد، بعد اینجا میندازیم بگیره برمون قشنگ. خیلی خوب گرفت، عالی بچه ها. بریم اینجا. عالی بچه ها. اینجا دفعه خیلی ترکیب خوبی، خیلی عالیه ترکیبش. عالی بچه ها، گرفتیمش. خیلی قشنگ بازی کردیم. اینجا رو نمایشی بود. یه پنس رو داریم فشاریش کنیم. عالی. اینجا دیگه نمیتونیم ریسک بکنیم، بخاطر همه اینو میزنیم دیگه نگیره، پر رو میشه. اینو هم بردیمش لابی برای مچ بعد. خیلی خوب. نترکید. خیلی خوب. بچه
عجیب خفنی ها. نداره. خیلی خوب. اینم الان بربرم این دفاع میکنه. فوق العاده عالی. با یه کارت 3 اسکیره ما تونستیم چیکار کنیم؟ 2 تا کارت هم والکری همون بربره رو دفاع بکنیم. تازه همینجا هم به درد میخوره. خب اینجا اشکال نداره. این شوالیه رو آماده میذاریم. اگه نمیدازیم اینجا ریسک دیگه نکنید. وقتی جلویید ریسک نکنید. دفاع کنید. بیشتر دفاع کنید. خب عالی. خیلی خوب بچه. خیلی خوب. اشکال نداره. بذار بیاد. خب اینجا حمله رو انجامش میدیم. اشکال نداره. بذار بیاد. اوکی جلویم. اشکال نداره. چه فشاری شده بدطور. کرده با ساده طرفه. بیا برو بچه بیا برو. ای نگرفت مثل اون بار. اگه میگرفت چی میشد؟ آره بچه ها. خیلی خوب. خب حالا اینو میزنم اینجا. چه فکر کنم بچه بگیره این که اینطوری داره پلی میده. عالی. خوبه بچه خوبه. زیاد فشار نمیدیمش. عالی پسر. خیلی خوب اینجا دفاع کرد. بنازم. عالی پسر. خب دوستان از این مچه